آزاده جان، فکر جونم. میکنی که من صرف نظر از این که برنده باشم یا بازنده، شکست بخورم یا موفق بشم، انسان کافی میتونم باشم؟ آره حتما. اصلا ما انسان ها با تمام این نقص های خودمونیم که تبدیل به یه انسان یونیک و واحد میشیم و قشنگیش به همونه که ما رو از بقیه متمایز میکنه. فریناز هستم. آزاده هستم. این کانال یوتیوب ماست. خوشحال میشم که ما رو سابسکرایب بکنیم، پستای ما رو لایک بکنیم و حتما نظراتتون رو برامون کامنت کنیم. گاهی ما افکار ناراحت کننده میاد سراغمون و خیلی ذهنمون رو درگیر میکنه، مثل زمانی که ما توی رابطه هستیم و احساس ناکافی بودن داریم، احساس طرد شدن داریم و یا احساس بی ارزش بودن میکنیم. یا مثل وقتی که میخوایم بریم بیرون، روی صورتمون جای جوش داریم، با کرم پودر و اینا سعی می‌کنیم بپوشونیمش، قدمون کوتاه، حاضریم زانو درد کمر درد بشیم، ولی یه کفشای کپاشنه بلند یا لژدار بلند میپوشیم که یه ذره ما رو بلندتر نشون بده. یا مثلا اضافه وزن داریم، همش لباسای گشاد میپوشیم که بدن ما رو بپوشونه، اون اضافه وزن ما رو نشون نده. به نظرت فریناز اصلا دلیل این عدم رضایت چیه؟ چرا ما انقدر خودمون رو دوست نداریم؟ فکر میکنم که دلیلش اینه که ما خودمون رو مشروط دوست داریم و بر اساس اون استانداردهایی که جامعه و اطرافیانمون برای ما در نظر گرفتن، ما خودمون رو با اونا مقایسه داریم میکنیم و این باعث میشه که ما احساس ناکافی بودن و بی ارزش بودن بکنیم. دقیقا ام، دقیقا. چجوری چیکار بکنیم که الان بتونیم خودمون رو بپذیریم؟ خب ببین، من فکر میکنم بهترین راهکار اینه که من قبول کنم به عنوان یه انسان یه سری نواقصی دارم. خب حالا اون نقصا رو شروع کنم روش کار بکنم، اول که بپذیرم خودم، این از این. بعد شروع کنم رو اون نقصا کار بکنم. خب مسلما کنار اون نقصا یه سری نقاط قوتم دارم، اونا رو هم تقویت بکنم. و اینکه اینقدر نظر دیگران و تایید دیگران روی من تاثیر نذاره و همش دنبال این نباشم که یه کاری بکنم که بقیه منو تایید بکنم، مثلا هی برم عملای جراحی انجام بدم، هی اونو تکرار بکنم صرف اینکه مورد تایید جامعه باشم. اینو قبول داری پذیرش خیلی درد داره؟ خیلی درد داره. و دقیقا اون نقطه‌ای که تو میپذیری که اون ضعف رو داری، اون مشکل رو داری، اونجاست که از نقطه امن خودت میای بیرون و رشد میکنی. ولی اصل موضوع همین پذیرشه با تمام دردش. ولی کمک میکنه که تو عزت نفست رو بالا ببری، حس آزادی کنی، خودتو قبول کنی و تمام این خصلت‌ها رو تو بالا ببری و از اون نقطه امنت خارج بشی تا بتونی تمام اون نقاط ضعفت رو بپوشونی و اونا رو تقویت کنی و تغییر بدی. آره، مثلا مثل چی؟ مثلا من قبول کنم اضافه وزن دارم، انقدر با دید بد به خودم نگاه نکنم، خودم رو نگم من خودم رو دوست ندارم، من چاقم، من زشتم. قبول کنم اضافه وزن دارم و بعد تلاش کنم که این نقطه ضعف خودم رو از بین ببرم، یعنی روی چاقیم کار بکنم. که اتفاقا ما یه ویدیو ورزشی براتون تهیه کردیم، 20 دقیقه تمرین فول بادی با کمترین تجهیزات، هر جایی که باشیم، با هر سطح آمادگی بدن و هر سن و سالی میتونیم با خیال راحت انجامش بدیم. توی ویدیوهای بعدی منتظر باشید. حالا راهکارهایی که ما میتونیم اون از اون حالت بی ارزش بودن، از اون حالتی که فکرمون درگیر خارج بشیم، میتونیم مثلا ما اون نقاط مثبتمون رو بنویسیم، میتونیم خاطرات مثبتمون رو بنویسیم، میتونیم حتی مدیتیشن کنیم و به درون خودمون وارد بشیم، میتونیم کتاب بخونیم، سطح آگاهیمون رو بالا ببریم، میتونیم متعهد باشیم به پذیرش خودمون و اینکه حال خودمون رو خوب نگه داریم. و ما در مورد این موضوع و راهکارهای درمانی ACT براتون تو ویدیوهای بعد صحبت کردیم که اونو توی کانال قرار میدیم. و نکته مهمش اینه که همه ما انسان‌ها یه سری باورهای سالم و ناسالم داریم. ما باید باورهامون رو بنویسیم توی یه ستون، باورهای سالم، توی ستون باورهای ناسالم، و ببینیم مثلا اون باورها از طرف چه شخصی به ما داده شده، از طرف پدرمون، مادرمون، دوستمون، جامعه، چه کسی. اون باورهای ناسالم آیا توی وجود ما نهادینه شده؟ یعنی یه وقتی می‌بینی اون باور اشتباه جزئی از وجودت شده، در صورتی که وجود خارجی نداره. فکر میکنم که 3 تا موضوع دیگر هم میتونیم اضافه کنیم به همین راهکارها. این که خودمون و دیگرانم ببخشیم. آره، این خیلی مهمه. یکی بخشش خودمون و اینکه انقدر به خودتون احساس گناه ندین. درسته؟ انقدر یه کاری رو کردین تا سالها نیام بگین وای من چرا این کارو کردم، کاش که این کارو نمی‌کردم، یه کار دیگه می‌کردم. و این به شدت فرکانس شما رو میاره پایین. و سخن پایانی این که ما خودمون رو با نقاط ضعف خودمون بپذیریم و بدونیم این نقاط ضعف
که ما رو تبدیل به یک انسان یونیک و واحد کرده. 6 قانون که میتونی توی زندگی تغییر ایجاد کنی. اول، یک روز خوب رو با فکر کردن به یه روز بد خرابش نکن. فکر زیادی رو رها کن. دوم، به حرفای بقیه گوش نده. اونا رو نادیده بگیر و جوری زندگی کن که بهت قدرت میده. به خودت زمان بده. با گذشت زمان زخم‌ها تبدیل به خرد میشن. درسایی که از سختی‌ها یاد میگیریم چراغ راه آینده ما هن. یادت باشه با خودت صبور و مهربان باشی. رشد زمان میبره و شکست‌ها بخش طبیعی این فرایند هستند. تمام تلاشت رو بکن خودت رو با کسی مقایسه نکنی. تنها کسی که باید ازش بهتر باشی کسیه که دیروز بودی. آروم باش، اشکالی نداره همه چیز رو نفهمیده باشی. تو تنها کسی هستی که مسئول خوشبختی خودت هستی. پس همه چیز به خودت بستگی داره. اجازه نده زندگیت رو بقیه تعیین کنن. کاری که بهش علاقه داری رو انجام بده و همیشه بیشترین و بهترین تلاشت رو برای زندگیت انجام بده. این کانال یوتیوب ماست. خوشحال میشم ما رو سابسکرایب کنین. یادتون نره پستای ما رو لایک کنین، برای دوستاتون بفرستین و حتما نظراتتون رو کامنت کنین. با ما همراه باشید.